یک خبر عجیب و یک خبر خوب برای بارسا. ترشتگن آماده فروشه. به گزارش اسپورت، ترشتگن همچنان در برنامه‌های بارسا جایی نداره و حضور در بازی جام حذفی چیزی رو تغییر نداده. فیلیک هم این موضوع در کنفرانس بعد از مسابقه اعلام کرد. در مورد خبر عجیب هم ویکتور ناوارو از کوپه گزارش کرده. دیشب فیلیک مچ بازیکنی که اطلاعات رختکن رو به رسانه‌ها لو میداده رو گرفته. خبر خوب در خلأ بازیکن خلاق. مجوزهای ماشاریپوف از فیفا ارسال شد و این بازیکن میتونه از بازی مقابل گلگهر در ترکیب آبی‌ها قرار بگیره. و حالا خبرهای کوتاه. سوارز با اینتر میامی تا پایان فصل 2026 در MLS تمدید کرد. ماکسیمیلیان ابراهیموویچ در لیست میلان برای سوپرجام ایتالیا حضور داره. دونفریز به خاطر جراحی روی مچ پا 2 تا 3 ماه غایبه. پپ اعلام کرده جیمز ترافورد در ژانویه جایی نمیره و به عنوان گلر سیتی فصل رو ادامه خواهد داد. رومانو گفته رویای بوکا جونیورز اینه که دیبالا رو جذب کنه، ولی این اتفاق در ژانویه نمیفته. آیس گفته برنابئو محتمل ترین گزینه برای میزبانی فینال جام جهانی 2030 خواهد بود و طبق شنیده ها باکیچ فردا در ترکیب پرسپولیس حضور خواهد داشت. صدای فوتبال.